خب میریم که با گلپسرای خوبم آموزش تفریق یا منها رو کار کنیم. آماده ای؟ آقای محمد طاها آماده ای؟ واسه من میخونم شما بگو چند میشه. خب 5 تا جوجه رفتن تو کوچه، یکیشون دوید دنبال دونه. اگه بشماری یکی رو ببر دنبال دونه بگرده. اگه بشماری دونه به دونه چند تای دیگه جوجه میمونه؟ چند تا؟ با دست 4 رو نشون بده. آفرین 4 تا. حالا از 4 تا جوجه شیره اومد و همه ترسیدن. این در دویدن، اون ور دویدن. یکیشون دوید داخل خونه. چند تای دیگه باقی میمونه؟ یه دونه بره داخل خونه. وقت شیره اومده اونا ترسیدن، یکی بره داخل خونه. حالا چند تا جوجه مونده؟ 3. آفرین 3 تا. حالا از 3 تا جوجه یکیشون دوید رفت اون گوشه پشت قفس آقا خرگوشه. قفس آقا خرگوشه این پایینه، اینجا، این پایین 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 پایین. برو بردارش بذار این پایین آخر محور. آره اینجا پشت قفس آقا خرگوشه. هر کی ندونه مرغه میدونه چند تا جوجه براشون باقی مونده. با دست 2 رو نشون بده. آفرین. از 2 تا جوجه یکیشون رسید به یه ببعی که چوپونه داشت پشماشو میچید. همونجا ایستاد پیش چوپونه. یه دونه از جوجه ها ببر جای گوسفند و آقا چوپونه. حالا به من بگو چند تا جوجه اینجا میمونه؟ یه دونه. اون یکی جوجه رفت لب رودخونه تا رسید به یک آقا موشه توی چمن و شبدر و پونه. خب جوجه رو ببر جای آقا موشه. حالا توی چمن و شبدر و پونه چند تا یه دیگه جوجه باقی میمونه؟ هیچی یعنی چی؟ یعنی هیچی جوجه نیست. آره دستتو نشون بده. هیچی نداره اونجا تو خونه خانم مرغه. هیچی جوجه وجود نداره. آفرین به پسر خوب.